الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. خدا را شکرگزار هستیم که اولین جلسه حکومت عبوری اسلامی افغانستان را که بزرگترین سرمایه امت مسلمه و بهای خون 1.5 میلیون شهید افغانستان است امروز در داخل افغانستان و در فضای آزادی ازی آغاز میکنیم. We thank God that enabled asset of the Muslim nation, and it is the cost of the 1.5 million martyrs' life. We hold the first meeting of its cabinet in the free atmosphere of inside Afghanistan. ما شکست کمونیسم را نظرا و عملا به همه شما و از خلال شما به همه مردم دنیا تبریک میگم و در عین حال موفقیت مسلمانان را برای امت مسلمه و موفقیت مستضعفین را برای تمام دوستان آزادی دنیا تبریک میگم. People of the world through you for the defeat of communism on ideological level and on the practical level. I also congratulate the Muslims, the Muslim nation, for the success of their Muslim brothers in Afghanistan. And I congratulate all those who love liberty for the liberation of Afghanistan. و در یک مطلب عمده ما تأکید میکنم که گرچه اصطلاح دنیا بری رفته که روزها را سوپر پاور میگفتن، مگر ما به این عقیده هستیم و ایمان داریم و جهاد مایی را ثابت هم کرد که قوت اصلی پیش خداوند است و پیش کسایی است که به خداوند اتکا دارند و مردمی که ایمان به خدا داشتند توانستند با صلاح عقیده و ایمان خود با وجود فقر و تنگدستی سوپر پاور عالم مادیت را به شکست مواجه است. The Russia is called a superpower. That is, and we still believe, and our jihad proved it, that the real power is with God Almighty and with those who rely upon God. Those people who rely upon God. در پهلوی ازی که از حکومت عربستان سعودی در مورد اعتراف رسمی به حکومت اسلامی مجاهدین افغانستان تشکر میکنم. از همه حکومت‌های دنیا این تقاضا را دارم که بنابر نظرداشت حقایق و واقعیت‌ها حکومت عبوری اسلامی ما را رسما تسلیم کنند و در پهلوی اونمو مردم مستضعف و مظلوم استاد شوند که 12 سال مکمل به خاطر آزادی خود قربانی دادند. Of our Islamic government, I request all the countries in the world to recognize the interim Islamic government of Afghanistan, considering all
برچیدن بساط رژیم مزدور کابل خواهد و انشاءالله که شهرهای بزرگ افغانستان که تا حال روی مصالح خاص ما در صدد از پادر آوردنش نشده بودیم، یکی بعد از دیگری سقوط خواهد کرد و امیدوار هستم که پرس کنفرانس دیگه ما شما یا در کابل و یا در یکی از شهرهای بزرگ افغانستان صورت خواهد گرفت. The first task of the Islamic government would be to work for the downfall of the puppet regime, or hopefully in Kabul itself. در پهلوی ازی که باید مردم دنیا را بفهمانیم که افغانستان آزاد در روشنی اصول و اساسات اسلامی با همه مردم دنیا بالخاصه با ملت‌های مسلمان روابط نیک و انسانی خواهد داشت. اونمو اعضای کابینه خود را که تا حال تعیینات از اونا صورت گرفته برتان معرفی میکنم و موقع را برای شما میتم تا اگر سوالهای داشته باشین به جواب از او بپردازید. Especially with the Muslim nations on the basis of the Islamic teachings. ما بازم قبل از معرفی اسماء از وزیرا از همه شما تشکر میکنم که این زحمت را قبول کردین و در اینجا بخاطر مشاهده اولین جلسه حکومت عبوری اسلامی ما آمدین. ما از این درک از شما تشکر میکنم و امیدوار هستم که خاک افغانستان در فضای آزاد خود بار بار شما را در آینده هم استقبال بکنه. To come here and to witness the first session of the land and territory of Afghanistan would welcome you. مولوی صاحب محمد نبی محمدی یکی از علمای برجسته افغانستان است و سابق یک دوره عضو پارلمان افغانستان هم بوده و از جمله مدرسین مشهوری که شاگردهای زیاد به سطح علما و قماندانا داره بوده و در پهلوی ازی که همی مدت گذشته جهاد را در امارت حرکت انقلاب اسلامی افغانستان گذاشتنده فعلا به حیث وزیر دفاع حکومت عبوری اسلامی ما تعیین شده. Introduction with Minister of Defense. Maulvi Sahib Muhammad Nabi Muhammadi that is present here. He is a member. He is one of the outstanding. و در پهلوی از اونا خود مترجم برادر ما دکتر نجیب الله قرار داره که اونا دکتری خود را در علوم سیاسی گرفتن و در پهلوی ازی که در چند سال گذشته مسئول امور سیاسی جمعیت اسلامی افغانستان بوده. در جهاد عملی هم سهم گرفته
ای برادر ما فعلا باعث وزیر دعوت و ارشاد حکومت عبوری ما تعیین شد. The interpreter, Dr. Najibullah Lafrai, he has gotten his PhD in political science. He has been in charge of the political office of Jamiyat Islami Afghanistan for a number of years, and he has also participated in practical jihad. Minister of Dawat wa Irshad, Information and Islamic Guidance. در پهلوی از اونا استاد علی انصاری قرار داره. استاد علی انصاری از جمله مبارزین سابقه تحریک اسلامی افغانستان است و اونا از شعبه قضایی پوانزه حقوق فارغ شدند و از ابتدای جهاد تا حال در پهلوی جهاد عملی مسئولیت شؤون تعلیم و تربیه و فرهنگی را در حزب اسلامی هم در اوقات مختلف به عهده داشته و این برادر ما فعلا به حیث وزیر سرحدات تعیین شد. Movement in Afghanistan. He has graduated from the judiciary branch of Faculty of Law and Political Science, Kabul University. He was the Minister of Justice. Now he has been appointed as the Minister of the Border Area. ما انجینیر احمد شاه است. شما انجینیر احمد شاه را ممکن در خلال پرس کنفرانس ها و صحبت های سابقش خوبتر شناخته باشین. انجینیر احمد شاه از جمله برادران قدیم تحریک اسلامی افغانستان است و فارغ تحصیل پوهنځی انجینری کابل و ماستری خود را در انجینری از امریکا به دست آورده و چند سال در پوهنتون ملک فیصل در دمام به حیث استاد کار کرده و در طول مدت جهاد چند وقت به حیث معاون جمعیت اسلامی افغانستان و از چند سال به این طرف معاون اتحاد اسلامی افغانستان بوده و در اتحادهای مجاهدین باعث مسئول کمیته مالی و کمیته تعلیم و تربیه هم کار کرده و در حکومت عبوری سابقه حیثیت رئیس حکومت را داشت. فعلا باعث وزیر انجینیر شانجان هم از جمله برادران سابقه دار تحریک اسلامی افغانستان است. از پوهنځی انجینری کابل فارغ شده و ماستری خود را در For a couple of years he worked as in the political office of Jamiyat Islami Afghanistan as deputy vice president. He also was a member of the political committee of Ittihad and a member of its council, and working as Jamiyat Islami Afghanistan's representative in the United States based in Washington D.C. باقی وزرایی که در اینجا باقی انجینیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان به حیث وزیر امور خارجه و فعلا ریاست هیئت حکومت عبوری مجاهدین افغانستان را در ریاض به عهده دارد. سین ربانی امیر جمعیت اسلامی افغانستان که شما قبلا او را در مجلس کابینه دیدین و فعلا به خاطر کدام ضرورت به یک جای رفتن. اونا به حیث وزیر اعمار مجدد از حکومت تعیین شدند و هم
در ضمن یک هیئت به بیرون سفر کرده امیر حزب اسلامی افغانستان به حیث وزیر داخلت معاون مولوی صاحب خالص است و او هم در ضمن یک هیئت بیرون رفته به حیث وزیر امنیت ملی تعیین شد. یک هیئت به بیرون سفر کرده به حیث وزیر تحقیقات علمی تعیین شد. عضو قاضی نجیب الله رئیس کمیته تعلیم و تربیه حزب اسلامی افغانستان که فعلا او هم در ضمن یک هیئت به بیرون سفر کرده به حیث وزیر عدلیه تعیین شده. He is also out in a delegation. He has been appointed as Minister of Justice. که عضو جبهه ملی نجات افغانستان است به حیث وزیر صحیه تعیین شده. Said Muhammad Nadri has been appointed as Minister of Health. این است که یکی از قماندانای برجسته ولایت سمنگان می باشد از طرف مولوی صاحب محمد نبی محمدی پیشنهاد شده او به صفت وزیر زراعت تعیین شده. The last person who has been appointed so far is Maulavi Islamuddin. Outstanding commanders of Samangan province. He has been proposed. مجال را برای از اینا میگذارم اگر کدام سوال و پرسشی داشته باشند که برش جواب. شورای مشورتی سید احمد جیلانی به خاطر معاینات صحی به بیرون سفر کرده و در همین نزدیکی ها یا خودش خاتمات یا وزرای خود را بر ما معرفی خواهد. After the sessions of the روز شده چی میشه؟ Please be quiet on the back, please. برشان بگوین که اصلا حکومتی که با اونها این قراردادها را امضا کرده حکومت دست نشانده خودشان بوده و در حقیقت روس با خود قراردادها را امضا کرده. او حیثیت قانونی هم نداره و مورد تأیید ملت افغانستان هم نیست. گرچه همه چیز رو گفته نمیشه مگر به صورت مختصر ما